ببین مسیح، ملت میگن که تو آمریکا در امنیت نشستی و با این کمپینت باعث شدی که زنا در خطر بیفتن و خیلی از زنا بیفتن زندان. هنوز نمیفهمن که زن ایرانی خودش آگاهه، انتخاب میکنه که اعتراض بکنه. من عاملیت یه زن رو ازش نگرفتم، شستشوی مغزی ندادم. اون کسی که زنای ایرانی رو تو خطر انداخته جمهوری اسلامیه، نه من. یه نفر یه فیلم برام فرستاده بود که دیدم یه دختری رفته روی سکو و یه شال سفید بسته به چوب و حرف نمیزنه. من نمیدونم این کیه، نمیدونم چه اتفاقی براش افتاد. اون آقایی که برام فیلم فرستاد فقط گفته بود که من اونجا بودم گرفتنش. مجبور شدم که بیام یه هشتگ رو بندازم. خب هشتگ زدم که بیایید بپرسیم دختر خیابان انقلاب کجاست. خب تو یه روز 19,000 نفر توییت کردن. یکی گفت من دختر خیابان انقلابم. شال سفیدشو بس به چوب، گفت اگر دختر خیابان انقلاب نمیدونین کیه، منم. بعد یه پسری از شیراز فیلم فرستاد، منم دختر خیابان انقلاب. بعدش یه آقایی توی مشهد بود، بعد یه خانمی توی تهران رفت اون شال سیاه زد به چوب و بعد همونطوری دختر بعدی رفت روی سکوی خیابان و اینجوری یه موج شد. Ahmadinejad is a prominent Iranian journalist and activist. In recent years, she's complained, challenged, protested and boycotted all those who support the compulsory wearing of the hijab. Masih Alinejad is a courageous advocate for women's rights who has propelled one of the largest civil disobedience movements in Iran's recent history. With over 5 million followers across social media, Masih's campaigns have emboldened women inside Iran. Her My Stealthy Freedom campaign, launched in 2014, encourages women who oppose Iran's compulsory hijab laws to uncover their hair in public. This act of disobedience is a crime punishable by prison. جمهوری اسلامی با حجاب کل ملت رو سرگرم کرده. وقتی ما این حجاب رو بشکنیم، این دیوار رو بشکنیم، جمهوری اسلامی نمیمونه. سلام، حال شما چطور؟ خوب هستید؟ سلام بر شما عزیزم. من راستش چند روز پیشم یه ایمیل برای شما زدم چون در فکر ساختن یه فیلم از شما و همچنین از موقعیت زن‌ها در ایران هستم، اگر شما موافق باشید. چرا که نه، خیلی هم خوشحال میشم. یه اجازه بدین اگر ناراحت نمیشین چک بکنم شما رو مطمئن بشم که کی هستین. من شما رو نمیشناسم، بگم خونه و بگم بیاین، دقیق هنوز شما رو نمیشناسم. من در سوئد زندگی میکنم و فیلمای من مثل ملکه و من چند سال پیش تهیه کردم. بله الان اصلا کاملا خیلی هم دوستتون دارم. اکثر فیلمای من در مورد زادگاه هم ایران و رژیم ضد انسانی اونه. سال 1979 ما علیه دیکتاتوری شاه قیام کردیم. هدف ما رسیدن به برابری، آزادی بیان و دموکراسی بود. ولی هیچ وقت حتی خواب اینم نمیدیدیم که آخوندهای واپسگرا و ضد زن جای حکومت شاه رو بگیرن. اسلام نمیگذارد زنان لقمه تو شهرها، کارهایی که زمان طاغوت میشد. همچه کاری اگر بشد پوستشون رو میکنن.
باشه عزیزم. قربونت برم. فعلا خداحافظ. قربونت برم. باشه عزیزم تا بعد. موها رو ببین، ما میخوایم یه انقلاب مو را بندازیم. من خیلی بذار بخوام برای برادرم بفرستم بگم یک پیدا کردم شبیه خودمه. علی نگاه کن، یه دفعه پیدا کردم موش عین منه، دماغش عین منه، چشاش عین منه. نگاه کن، این همون کسی که مستند فرای پهلوی رو ساخته که مطمئنم تو دیدی و الان اومده که مستند منو بسازه. خیلی ذوق دارم. قربونت برم. عین اینو میبینی؟ اصلا بلد نبود. دوربینشو میذاره. نگاه کن، من خودم فیلم گرفتم از خودم. اینطوری گفتم دوربینو گذاشتم اونجا، فیلم گرفتم، بعد گفتم حالا تو همین کارو بکن. اینجا دوربینو میذارم. نگاه، کار میذاری دوربینو حرکت میکنی اینطوری. روتو برمیگردونی. پرده رو میزنی کنار. این پردهش خیلی مطمئنه. اینطوری. بعد حرکت میکنی. میای. من میخوام تو یه فیلم از پیاده روی خودت بفرستی اینطوری. نگاه کن، بدون که به دوربین نگاه بکنی یا حرف بزنی. خیلی لذت میبرم، خیلی که اینا اینطوری میشن مستندساز تو ایران. این تو ایرانه؟ آره اینو گرفتن برای که آره تو روستای آخه. کی گرفتنه؟ همین روز. اون که آواز کنده؟ آره. سرزمین من دردمند بی دوای، سرزمین من بی آشیانه گشتم، خانه و خانه گشتم، بی تو همیشه با غم شانه به شانه گشتم. ببین اینجا نه کسی منو گرفت، نه گفتن این دیوونه است، نه به من تجاوز کردن. مسیح چندین کانال در شبکه‌های اجتماعی داره. نویسنده و مستندسازه. برنامه تلویزیونی تبلت او در صدای آمریکا توسط میلیون‌ها نفر در داخل و خارج ایران از طریق ماهواره دیده میشه. حکم خداست، حجاب باید کنید، وظیفتون رو رعایت کنید. میدونی دوربینشو میگیرن دستشون، هر کی بهشون تذکر میده میگن موهاتو بپوشون، وای نیستن اینجوری از حقشون دفاع میکنن. ما باید انتخاب کنیم کیا رو برداریم. من الان میگم دونه دونه. بزن بازداشت گسترده زنان. 3 تا زن فقط تو این هفته‌ای که ما تبلت رو ضبط کردیم بازداشت شدن. بعد بزن دوچرخه سواری تو اصفهان که پس گرفتنش رو یه جوری امید بدیم به زنا. من یه سری فیلم دارم از اینکه دخترها رفتن جلوی استادیوم با ریش و با سیبیل. خب بعدش پلیس اینا رو میبینه، تشخیص میده که اینا پسرن، دختره میره زیر نیمکت، بعد از زیر نیمکت برای فیلم میپرسه برام، میگه که ببین من الان اینجا اومدم دراز کشیدم برای اینکه منو شناسایی کرد. اینایی که میبینی ریش و سیبیل گذاشتن همشون دخترن، چون زنها حق ورود به استادیومو ندارن. Is that enough microphones? You want another one, maybe? You talking to me? Yeah. I'm good. سلام، من مسیح علی‌نژاد هستم. اینم 193مین برنامه تبلته. این هفته 2 تا فعال دیگه از ندای زنان ایران رو انداختید زندان. چرا؟ چون انسان‌های مفیدی بودن. به مهاجران افغان درس یاد میدادن، سواد یاد میدادن، برای برابری حقوق زنان سخنرانی میکردن، تو خیابون نافرمانی مدنی میکردن، حجاب از سر برمی‌داشتن. گفتن ما نصف مرد نیستیم، حق برابر میخوایم. شما چیکار کردین؟ انداختینشون زندان. یعنی چی؟ زن باشی، مرد باشی، رای بدی، رای ندی، با حجاب باشی، بی حجاب باشی، مذهبی باشی، غیر مذهبی باشی، راست باشی، چپ باشی، کارگر باشی، زن فعال باشی، اصلاح طلب، اصولگرا، محیط زیست، بچه خردسال، پیرمرد، هر کی باشی. بازم از ترکش این بد و بدترها در امان نیستی. یادتون نره با یک دوربین ساده شما میشید صدا و سیمای خودتون. سانسور پر بچرخ تا بچرخ.
فکر نمی‌کردم مثلا یه عالمه آدما بخوام بر من عکس بفرستن، ولی میدونستم که داستان من داستان میلیون‌ها زن ایرانیه. و حتی اینو نوشتم ببینید این آزادی منه که یواشکیه. شما سوالم این بوده، این شروع تولد کمپین بود. نوشتم شما هم دوست دارین آزادی‌های یواشکیتون رو علنی کنین؟ علامت سوال. من نگفتم بیاین این کارو بکنین، ولی بمباران شدم. جواب سوال من مردم با بله ندادن، با عکس و ویدیو دادن. حجاب میخوام چیکار؟ خیلی کیف میده و همه دخترها پیشنهاد میکنم که حجابتون رو برداریم و از این بارون بهاری لذت ببریم. سلام مسیح جون، اینجا ساحل قو، هر روز ما چهارشنبه‌های سفیده. جمهوری اسلامی کاری کرده بود که دخترای نسل مسیح فکر می‌کردن باید علیه مردا بجنگن. حالا مسیح با همسرش کامبیز فروهر که اونم روزنامه نگاره، شب و روز علیه جمهوری ضد زن دارن می‌جنگن. روزامو گرفتی؟ دیدی؟ بی‌نظیرن نه؟ اینو بده. چرا؟ این هم باشیم که شبیه همین. که شبیه همین؟ چون که مثل 2 خواهریم. آره. 2 تا هم بذارم؟ یس. 2 خواهر؟ من توی روستای خیلی کوچیکی به دنیا اومدم، قومی کلاه، شمال ایران. توی اون روستا بزرگ شدم، تو اون روستا رشد کردم، زندگی کردم، عشق کردم. تو وقتی انقلاب شد، من 2 ساله بودم. پدر من توی اون انقلاب نقش داشت. مثل خیلیای دیگه، مثل بسیاری از مردم ایران می‌خواست یه زندگی بهتری داشته باشه. من میدیدم که یه برادری دارم که 2 سال فقط من بزرگتره، اما هر چیزی که میخواد و داره. چرا؟ چون هم قانون بهش میده، هم خانواده بهش میدن، هم حکومت بهش میده، هم مردم میدن، هم روستا، همه چی براش فراهمه که زندگی خیلی خوبی داشته باشه. که میتونست بره تو رودخونه شنا بکنه، میتونست بره دوچرخه سواری بکنه، میتونست بره والیبال بازی کنه، فوتبال بازی کنه. اینا خیلی برای یه بچه قشنگه نه؟ من اینا رو نداشتم. چیزی که باعث شد که من بجنگم این بود. ببین ما تو خونمون توالت نداشتیم، توالت ته باغ بود، ولی من میترسیدم از تاریکی و مادرم میگفتش که این تاریکی ته باغ مثل یک هیولاه و پر از اشباحه. اگه تو از این تاریکی بترسی اونا بیشتر به سمت تو میان حمله میکنن و تو رو میبلعن، تو رو میخورن. ولی برای اینکه از تاریکی نترسی باید چشاتو باز کنی، تا جایی که میتونی چشاتو باز کنی. هر چی تو به تاریکی خیره بشی، تاریکی بیشتر محو میشه. من بچه بودم فکر میکردم این واقعی کار میکنه، بعد میرفتم توالت چشام اینطوری میکردم. هر چی چشام بیشتر باز میکردم خب شجاعتر میشدم. ولی برادر من شب میخواست بر توالت میترسید چون بلد نبود بر تاریکی غلبه کنه، چشاشو باز کنه. خب این شبا همیشه میخواست بر دستشویی، وحشت داشت. من اومدم از این قدرتم استفاده کردم، به برادرم گفتم ببین تو هر وقت خواستی بری توالت من تو رو میبرم، به شرط اینکه روز تو منو ببری والیبال بازی کنم، فوتبال بازی کنم، رودخونه ببری، دوچرخه سواری به من یاد بدی، روز من از این خونه ببری بیرون. اگر تو منو نبری منم شبا نمیبرم تو خودت بشاش. میدونی یعنی مثلا همیشه میگم من انقلاب خودم از آشپزخونه خونم شروع کردم. من و مادرم واقعا اندازه برادرم پدرم کار میکردیم تو دشت، ولی وقتی میومدیم تو خونه ما با ظرف میشستیم. دیزاین و طراحی آشپزخونه برای ما بود. من یه صندلی پیدا میکردم، این صندلی پلاستیکی ها داشتیم اون موقع. اونو میذاشتم به برادرم میگفتم آره این مثلا برای تو خیلی کوتاهه ولی این صندلی رو بذار وقتی بشینی دیگه میتونی ظرف بشوری. یعنی ببین من به عنوان یک زن توی ده همه چیزایی که ممکن بود بر یک دونش کافی باشه که یه خانواده رو بپاشه اتفاق افتاد. اولین زنی بودم که توی ده طلاق گرفتم، اولین زنی بودم توی ده از مدرسه اخراج شدم، اولین زنی بودم توی ده رفتم زندان. میدونی اولین زنی بودم که قبل از ازدواج رسمی حامله شدم و اولین زنی بودم که خبرنگار مجلس شدم و انداختنم بیرون. آره من خیلی خبرنگاری مجلس دوست داشتم، خیلی. ببین وقتی رفت بودم مجلس انقدر خوشحال بودم، من اینکه هر سوالی که دلم می‌خواست می‌پرسیدم، نماینده رو به چالش می‌کشیدم، خیلی حس خوب داشتم. صدای زن صدای مردمه، من میتونم الان با صوت براتون بخونم. تک‌خوانی زن به مسئله بالا.
واقعا؟ من صدام قشنگه ولی اگر خدا مرا بگریانی من آسمانت را به غم بگریانم. که این نماینده ها گفته بودن ما خیلی ساده زیستیم. منم رفتم به یکی از نماینده‌های مجلس گفتم که ببین شما گفتین حقوق کم میگیریم، من میخوام فیش حقوقی تو ببینم. بعد اون گفت نه نمیتونیم. اولش گفت نه، بعد رفت و اومد دید واقعا دارم مینویسم، اومد گفت بالاشو پاره میکنی دیگه، کار نمیکنی دیگه. و منتشر کردم و اصلا مثل بم ترکید این خبر تو ایران. به محض اینکه تعطیلات تموم میشه من اولین روز میرم تو مجلس، من راه نمیدم. احساس کردم که خب دیگه من نمیتونم کاری بکنم تو ایران، برای اینکه صدامو بستن. من میخواستم همش انتقاد بکنم، داد بزنم، هر جا میرفتم به یه دیواری میخوردم. خفه شده بودم، فکر کردم بیام بیرون درس بخونم. ماشینم فروختم، خونمو فروختم. وقتی هم که اومده بودم آکسفورد کلاه سرم میکردم. خب این کلاه بر خانواده‌ام مهم بود. دلم نمیخواست که همه انواع اقسام آبروریزی‌ها رو بر خانواده‌ام داشتم. میگفتم حالا دل مامانم به این کلاه خوشه، این کلاه رو دیگه تو سرم رو سرم باشه در نیارم. Today was amazing and I'm really proud of my people in Iran. پسرم میگفت آره معلمم تو رو توی BBC دیده. بعد پسرم عجیب بود که خود چرا تو مثلا این کلاه رو داری؟ بعد مامانم کلاه منو میدید. خیلی ذوق میکرد که مثلا چقدر خوبه تو کلاه داری. من این وسط گیر کردم، من سرگردانم بین دو نسل. نسل مادرم، نسل پسرم. برای اینکه یک عمر ما عادت کردیم بر خودمون زندگی نکنیم. خیلی از این بدم اومده بود. احساس کردم که این سرگردونی رو من خودم مسبب بشم. بعد تصمیم بگیرم بر خودم زندگی کنم، نه برای مادرم نه برای پسرم. کلامو در آوردم و اینو در موردش با صدای بلند نوشتم که هر زنی یا هر شهروندی، هر آدمی بزرگترین کلاه رو خودش سر خودش میذاره. هر کسی کلاه سر خودش رو برداره، خود واقعیش رو علنی و سربلند زندگی کنه، پیروزه. یه سری بچه‌ها خودشونو شبیه من درست کردن، دیدی؟ نه. منو تگ میکنن تو اینستاگرام، من بری میبینی. موهاشونو گل میزنن عین موهای من. اینا. سلام خاله مسی، من اندیه هستم. خیلی دوستتون دارم. نه به حجاب اجباری. منم مثل شما، منم موام مثل شما فرفریه. سلام مسی، من دوست دارم که همیشه روسری بذارم. ببین مردا چی کار میکنن، بسیجی ها با من چی کار میکنن. این تعدادش یکی دوتا نیست. یکیشو بذار. بسی جون من چون برنه اومدم بیرون. ببین من چون برنه دارم راه میرم. مسی همش الان مسی جون شروع میکنم مسخره کردن. سلام مسی جون. سلام. اینجا بلدوقتر لورستانه، بچه‌های جهاد اومدن واسه کمک مردم. پتو کمه، ما این کمپین رو انداختیم نبگیم به کمبود پتو. حالا میخوای پتومون رو برداریم. سلام مسی. سلام. چه حالی میشی؟ لحظه اول احساس میکنم چندش همیشه. فکر میکنم من اگه نزدیک اینا باشم با من چیکار میکنم. میدونی؟ تو قیافه ها رو ببین، من همش خاطره دارم با این قیافه ها که همش تحقیر کردن، جلوی ما رو گرفتن، مزاحم شدن. حالا اینا دستشون به من نمیرسه. داشتن میگفتن آره دیدی؟ خب نکش مسی نکش. مرسی عزیز، مرسی عزیز دلم. یعنی عاشق تو هم داشته باشم. قشنگه. ببینی؟ یه کامنت میخوام برای این. تو من گفتم تو حل میکنی. تو همیشه معماهای سخت رو برام حل میکنی. کامبیز جان، جمهوری اسلامی امکانات ما رو ببینه، ما نابودیم.
نباید این امکانات رو نشون بدی. اونا فکر میکنن یه تشکیلات پشت ماست. ما 1 ساعت دیگه کامپیوتر نداریم. من چی گفتم اولش؟ قدم سر چشم؟ قدم که خب من مامو نمیتونم بذارم قدممو بیارم که با همه نمیتونم. ببین نوحات شما مثل ایشون شما چرا گذاشتید؟ یادم جداست. من یادم جدام. من یادم شما میگم شما چرا پلیس شدی من نشدم. ببین قبلا این اتفاق نمیافتاد که یه زن بره با اینا بحث بکنه و گفتگوی خودشو استدلال خودشو به تمام دنیا نشون بده. الان اینا قدرت پیدا کردن. زنها فکر میکنن یه دوربین دارن که مثل اسلحه است براشون، میتونن تمام این سرکوب سالها رو ضبط کنن، ثبت کنن و این بهشون قدرت میده که بگن نه من روسایی سرم نمیکنم. اینه من اینو میخوام که آدما بگن من قدرت دارم که نه بگم من قدرت دارم پلیس به چالش بکشم، من قدرت دارم برای حق خودم بیستم. یه زن یه مرد اگه بتونه برای حق مالکیت بر بدن خودش به پلیس بگه نه، فردا میتونه به دیکتاتور بزرگم بگه نه. ولی وقتی که اون لباس تنت هم یکی دیگه برات انتخاب بکنه، دیگه فکرت هم انتخاب میکنن، حکومتت هم نوع حکومت تو رو هم انتخاب میکنن، نوع نظام آموزشی تو رو انتخاب میکنن. چرا؟ برای اینکه تو توسری خوری. ولی وقتی تو توسری اولیه رو بگی نه، تا آخرم مثل کوف ما میستی، مثل همون داستان خودم. من خبرنگار مجلس بودم، هر سوال سیاسی میپرسیدم فکر می‌کنی اولین چیزی که میگفتن چی بود؟ اول موهاتو بپوشون بعد سوال کن. ببین من عکس دارم، نماینده با مشت اینطوری میکنه، موهاتو میپوشونی یا با این مشت بزن تو صورته. این یعنی دیکتاتوری. این قانونه و قانون به تو نه تنها اجازه میده بلکه به تو پاداش میده، تو رو ستایش میکنه، تو رو میبره بالاتر که تو باید بری به زنا بگی که این لباس مناسب نیست و من به تو دستور میدم لباس عوض کن. اجازه درست کن، ما شهید دادیم. میخواید من صدادت زنگ میزنم؟ شما نگاه نکن آقای محترم. نه نمیتونه بگی، مگه تو خونه‌ات اومدم نگاه نکنم؟ تو اجتماعست. خب درست کن، دوستش درست کن. آنا برای چی میزنی؟ برای چی میزنی؟ بی نموز. تو این بو تو رو چی کار میکنه؟ بوش بوی ایرانه دیگه. چرا؟ می‌بینی؟ آخ بوش این بو منو اصلا رسما دیوانه میکنه. وقتی بوی ریحون میاد من کلا ایرانم. ولی واقعا اینجا رو ببین، من اینجا رو هیچی نداشت، هیچی. ببین یه قومی کلاه کوچولی خوشگل درست کردم. و بابای من درخت هلو داشت ته باغ، من اینو کاشتم به اسم بابام. اون درخته که وسط کاشته شده اون برادرم علیه، نگاه کن. برای اینکه من همه اعضای خانواده‌ام آوردم تو باغچه کاشتم که احساس کنم اونا با منن. همه رو یه جا جمع کردم. ببین برای برادرم اینو فرستادم. علی خباتم باغچه دله دونه دونه دار کاشتم به اسم مامان، به اسم آقا جان، به اسم ششیما، ششیپر، به اسم مینا، حتی به اسم داداش. همین دونه ته دار که مهتوه. انت توی تو که مرا شکوفا کردی. گتی محسی تو نویسنده ای، بنویس تو نویسنده ای. بعد من از اون روز به بعد متوجه شدم تو همه زخما و بدبختی‌ها و درد و گرفتاری‌ها رو بنویسم و سبک بابم. تو مرا شکوفا کردی. این تو دار توی با برات برو به این قشنگی هستی. نگاه کن بعدم نوشته جوری آشنا بود این حس داشتن یه درخت در هزاران کیلومتر آن طرفتر که بغض کردم از دیدن خودم در آن سرزمین ناآشنا. ممنونم. ببینیم زندگی میکنم، من نمیتونم، من اگه همش با غمم بخوام باشم من واقعا داغون میشم. ولی من با اینا زندگیم پر از شور و عشقه. من 10 سال خانواده‌مو ندیدم. ولی من وقتی الان میرم مثلا یه جایی سفر کانادا بودم، دلم برای مادرم تنگ شد. تو را دارم میام به کامیز انقدر دلم برای مامان تنگ شد که برم بغلش کنم. تو قد بالای مامان منو ببین. اینجا خونه منه تو قمی کلا. صدام هست. اینجایی؟ آره این منم. اینجایی؟ آره. دیگه غلطه بعده.
علی برادرمه. من الان 10 سال این فضا رو ازش دورم. 10 سال پدرم با من حرف نمیزنه. عاشق من بود. یعنی الانم عاشق منه. ببین بالاخره اذیتشون کردن. یعنی بلایی که سر پدر مادر من آوردن بلای زیادیه. یعنی هر کسی تحمل نداره. مامانم رو ببین. بمیرم. این خونمه، زندگیمه. ببین ما همه رو سفره رو زمین میشستیم. هرچی مسیح بین مردم محبوبتر میشه و نفوذ بیشتری پیدا میکنه، فشارها هم بر خانواده‌اش در ایران افزایش پیدا میکنه. برادرم، الهی من قربونت برم. رژیم والدین، خواهر و برادرای مسیح رو تهدید کرده. هدفشون اینه که اعضای خانواده رو در مقابل یکدیگر قرار بدن. حجابتون رو با چه چیزی عوض میکنین؟ هیچی غیر از حجاب برای من معنی نداره. اگه تا الان خواهرت بودم بخوای در مقابل ولی فقیم وایستی، در مقابل رهبر من قد علم کنی، قد علم میکنم. در مقابلش وای میستیم، مبارزه میکنیم. زمینم خیلی کثافته. خیلی کثافته این مادرش. عزیزم دستت به هیچ جا بند نیست. یعنی هیچ کاری نمیتونی کنی. اینو خاموش کن یه دقیقه بغلم کن. سلام مسیح. آبجی ما کاملا گول این رژیم بخرنه. مامان گنه که سپاه پاسداران بابل حاضر است که خرج سفر شمار دن مسیر بایدین بیارین ترکیه برای نصیحت کنین که دست از کارش بکشه. معلومه که به پول خون است، به پول مسافرت نیه. اونجا وزارت اطلاعات نفوذ داره و الا ماشاءالله آدم بکشته تو این سالها. تو اروپا هم آدم بکشته و تو ترکیه که دیگه حیات خلوت این حضرات هسته. مسیری کشیدن اونجا و برای کشیدن. مواظب باش. برای خودم هم نگران نیم مسیح. به وجه دستگیری من راحت حرف بزن، راحت بیا چیز کن و اصلا هم نگران هیچی نباش. سکوت نکن، حرف بزن. کارت قوی محکم ادامه بده. کارت درست هست، مردم دوست دارن. کارت ادامه بده. تفدا. من یکم بعد برم یکم انرژی بگیرم، بعد برم یکم تلگرام باز کنم، پیام‌های مردم بخونم. آرزو نمی‌کردین آرامش دیگه ای بود؟ تا یه حدی داریم، یا زندگی نه. زندگی خیلی پرهیجانیه، پرشور، اتفاقای مختلف توش میفته. درگیریم دیگه. و خیلی بخوام زندگی ببینیم که زندگی مبارزه است، اینم یه نوعش هست دیگه. تنظیمی توی کار این معصومه عطایی چشماش رو اسید پاش ازش گرفت ولی شجاعتش رو نه. امشب 11:30 شب داستان زندگی معصومه رو از من و تو ببینید. شما هم بشید راوی قصه‌های خودتون. عزیز دلم مستند تو شروع شده، نگاه کن. ساعت حدود 11 شب بود. اون آقا که جلوی در به من گفت چشماتو ببند، میخوام سورپرایزت کنم. با خیال راحت چشمامو بستم و بعد اصلا نفهمیدم چی شد. متاسفانه فردای اون روز آریا منو با یه چهره کاملا سوخته دید. یه چهره‌ای که انگار که با یه ماسک کاملا سیاه پوشیده شده بود. گریه‌هایش را همیشه پنهان می‌کرد. حتی روزهای اول که چهره سوختش برای خودش هم ناآشنا بود. تو خودت این فیلمو درست کردی؟ آره. قشنگ نیست؟ داره خوشت میاد؟ خودش فیلم میگیره. من خودم همین الان دارم نگات میکنم عزیزم تو تلویزیون. خیلی دوستت دارم. زیبا باشه و اینو به کی بلده اینجوری حرف بزنه به جز تو؟ کی
کی بلده اینقدر قشنگ حرف بزنه. من آرزوم اونی که اسید پاشیده رو صورتت این فیلمو ببینه امشب. دوست دارم و بهت افتخار میکنم. به این چیزی که الان هستم افتخار بکنم و هیچ مشکلی با وضعیتم نداشته باشم. هیچ مشکلی با وضعیت. میدونی این جمله آسون نیست ها. یعنی من بهت افتخار میکنم. الان من اینقدر انرژی دارم میتونم برم بیرون تمام مردم بذارم روشونم بچرخونمشون. خیلی خوب. کاری که الان من کردم برای معصومه و خودم احساس میکنم همین الان بمیرم خوشبختم و همه آرزوام رسیدم، همه کارا رو کردم. من هیچ وقت نمیخواستم جهان رو تغییر بدم. من همش گفتم جهان اطراف خودم رو تغییر بدم. خیلی خوبه هر کسی این کارو بکنه. هی میگن با یک گل که بهار نمیشه. خب هر کی یک گل بکاره جهان گلستان میشه، نمیشه؟ من هیچ وقت خونه مینا بهش زنگ نمیزنم. تنها کسی که من مثل ایران سر زده میرم جل در خونش. غمگینم با گریه میرم، شادم با رقص میرم. تا وقتی که در وا میشه لحظه دیدن میرسه وای ای که توی همه کسم بی تو میگی مینا. وقتی که خیلی فشاره همون فحش و اینا تو شبکه‌های اجتماعی، مثلا تلویزیون حمله کرد، خواهرم آوردن، خبر تجاوز به من کار کردن، من میام اینجا و کلا بحث خانوادگی و فامیلی و میم توی دنیا که انرژی میگیرم برمیگردم. من اصلا یادم رفت که امروز باید تبلت ادیت کنم. 15 دقیقه است فقط. همین که با هم بودیم خداوند میگه این حجاب رو برای شما مقرر کردیم تا شما فلا یؤذین، شما آزار نبینید. شما تو خیابون و کوچه راه بیفتن. افشین حتما این یه تیکه رو بذار که میگه حجاب برای اینه که یه زن با عفت هستی کسی دنبال تو راه نیفته. مردک چون اینا چون حجاب نداشتن اصلا ریختن روشون. خب روحانی هم داره همین رو میگه. میدونی؟ تمام حجاب تو قرآن که نگاه میکنی حمایت از زنه. جانم هیچی بخواستم قرار بدیم خسته نباشی. چیه؟ خسته شدم. بمیرم. چته؟ کی بود؟ نه من لود گریم امروز کردم دیگه بعد 5 سال من مستند یکی از این قربانیان حسید ساختم اینا یه عالم آدم ها با من بد شدن. چرا؟ چرا داستان ما رو نمیسازی؟ دارم دیوونه میشم اینا. یه نفر نمیتونه داستان همه رو برای صورتشون خیلی تلخه. آخ مردم برات. من مستند معصومه رو ساختم که رو صورتش اسید پاشیدن و یه دختر دیگه برام پیام فرستاده از تبریز میگه که مستند اونو ساختی ولی مال منو توجه نمی‌کنی. میگم برای خیلی زیاده، خیلی من نمیرسم. ببین من روزی 1500 تا پیام فقط میگیرم. مثلا برای این پست 6000 تا کامنت اومده. کامیز جونم آره خب برام بنویس که من دارم میام بگیرم برات دیگه. ترافیکی که تصادف شده باشه و ماشین حرکت نکنه. البته ما الان یه حرکتی کردیم. لایوام داری؟ لایوم میرسم. امیدوارم برسم. اگه نرسم تو باید بیا رانندگی کنی من اونجا لایو بدم. جدی میگم. گفتم بهت خونه من بیای کار باید بکنیم. چه فیلم برداری کنه؟ به این موضوع فکر کردی؟ نه. من فقط فکر میکنم که مردم که منتظرن لایو بدم من بتونن لایوشون رو پیگیری کنن. من که به فیلم تو فکر نمیکنم.
لایو امروز مسیح با رویا حکاکیان هست. رویا هلو سلام. رویا چندین کتاب در مورد ترورهای جمهوری اسلامی در خارج از ایران نوشته. این 2,300,000 نفر هیچی تو رو نمیدونن، نمیشناسن. تو به اینجوری فکر کنی قصه های خودت میگی، آدما تو رو هم بشناسن که اصلا تو کی هستی داری به اینا میگی. هر چی کتاب نوشتی، مقاله نوشتی، تو 60 مینت بودی، تو آدما بدونن مثلا تو همجوری نیومدی آمریکا دفعه موفق شدی. That's it. بیا اونور بشین. ببین چقدر خوب شد. خب حالا اینم باید ببین چقدر نورش قشنگتره. 10 دقیقه دیگه تو میری کجا؟ Exactly. واو. 1100 نفر همین الان اومدن. 1200 نفر. سلام رویا جان. خیلی خوشحالم رویا که مثل این باتری ساعتایی بودش که تکون می‌خوریم با حرکت دستتون خودشون کوک میشن، شارژ میشدن. مسیح با حرکت خودش شارژ میشه. ایده خلاقی که دستش میاد 24 ساعت میتونه کار کنه بدون اصلا بخوابه. و این من ندارم اون انرژی رو. نگرانش نیستی؟ نه اینجوری که طبق زندگی میخواد بکنه است و این بمب انرژی رو داره و هر وقتی من نگرانش میشم وقتی نداشته باشه من نگرانشم، وقتی سکوت میکنه وقتی ساکته و تو خودش میره است که من نگرانشم، وقتی پر از انرژی بودم که همه چی خوبه، همه چی کوکه. مرسی از همه شما دوستان خوبی که ما رو نگاه کردید. کامنت ها رو حالا بعدم میخونم. در برابر فحشا مثل کو هم کم نمیارم. رویا کجایی؟ بیا ببین. عزیزم 51,000 نفر داشتن نگاه میکردن. آره 52,000 نفر. میدونی چی میگن؟ ما رفتیم ایران. خیلی بحثمون خوب بود. مرسی عزیز دلم. ترکوندیم. غذا تو بخور دیگه. چشم. نروش کن اون وقت. مرسی. کامیجو بزن به رویا نشون بدم اونو. الان وقت میتونم ببخش. نگاه. من برای تو چی بیارم؟ نه دیگه وقتی رویا دار نشون میدم با شوهرم اجازه گرفتم تو هم باید به من گوش کنی. این ایده خودت. ببین 1,400,000 نفر اینو دیدن. امروز 8 مارس روز جهانی زن هستش. این روزو من و دوستانم به همه شما عزیزان تبریک میگیم. ایران مال همه ماست، چه با حجاب چه بی حجاب، با هر اعتقادی. من آرزو میکنم یه زمانی برسه که من بتونم اینجوری توی خیابون کنار شما که اینجوری هستین در آرامش قدم بزنم. امروز 8 مارس ما رفتیم توی مترو و به مناسبت روز 8 مارس با خانوما صحبت کردیم. الان یه آقای اومده به ما تذکر داده ممکنه که ما رو دستگیر کنن. مایا با ما بودش ولی الان نیستش، ممکنه دستگیر شده باشه. عزیزم فرشته تو امن و امانی، فقط یه خبر بهم بده همینو بگو که امن و امانی نگرفتنت. عزیز دلم مراقب خودت باش. با فرشته هم اگر هماهنگ میکنی یه جوری که شما رو نگیرن. الان آزاد بودن شما از هر چیزی مهمتره. خوب هستین شما؟ شما چطوری؟ من خوبم مرسی. من فکر کنم یواش بیام بیرون تو بیدار نشی، مگه خیلی سر صدا خواستم بیام. خوب خوابیدم مرسی. خب خوشحالم. من یاسمن نوریانیم. منو گرفتن. من الان تو ون گشتر شدم. خواستم بهت خبر بدم. سوا پردفشری تو قضیه از ساعت شهر گرفتنم. سامان زندیان از تئاتر شهر گرفتم من. آذر حیدری تو پادشاه. فرشید رستمی منو تئاتر شهر گرفتم میبرم. سرش داره خونریزی میکنه. چی؟ سرش میگذره. خبر بسیار تکان دهنده‌ای هست، ولی مسیح باید قوی بمونه. اینها رو زندانی کردن که چی بشه؟ که بقیه زنها بترسن و دیگه اعتراض نکنن. حکمای سنگین و ناعادلانه هم دادن برای اینکه اون بقیه‌ها بدونن که چی در انتظارشونه. ولی نتیجه چی شد؟ زنی با حجاب از دل ایران ویدیو فرستاد که زلزله تو دل اصلاح طلب و اصولگرا ایجاد میکنه.
رژیم جمهوری اسلامی نوعی آپارتاید جنسی است، نوعی حکومت مذهبی است و بر زنان بسیار حکومت سختیه. من خودم دوست دارم که این نوع حجاب رو انتخاب کردم. من 2 دختر دارم و هرگز نمیگم که شما چه جور لباس بپوشین. از جامعه جهانی دوست دارم که همه کمک کنن تا این جمهوری اسلامی دیگه تموم بشه. این 40 سال بسه دیگه، پوست مردم رو کنده. دلتون خنک شد نه؟ چون حرف دل میلیون ها ایرانی رو زد. سلام. یاسمن رو گرفتن، مژگان صدا شد. مژگان رو گرفتن، فرشته صدا شد. فرشته رو گرفتن، من آوا صدای فرشتم. آقای خامنه‌ای، زندان‌های شما الان پر از زندانیان سیاسیه. ما زندان بودیم، تحمل کردیم، پتک شدیم، میکوبیم. مژگان کشاورز، یاسمن آریانی و منیره عربشاهی به خاطر گل دادن به بانوان در مترو و ترویج صلح و دوستی به اتهام تبلیغ علیه نظام مجموعاً به 55 سال زندان محکوم شدند. اومدیم اینجا و با پخش کردن گل بین شما عزیزان حمایت خودمون رو از این 3 بانوی شجاع و آزادیخواه اعلام می‌کنیم. سلام. یه روز خواهی تماس به اینتر پیدا نکنی. کجایی داری پس تو؟ حالت خوبه؟ علی تمام افتاب گردن باز بایدم به شفت من آرش. سلام علی جان، خوبی؟ خواهر جان فل شده. وقتی میبینه قاطی میکنه. عزیزم. اسکله؟ خیلی. تو واقعا امشب میری؟ چه ساعتی؟ تو خودت الان میگی شام آخره. نه برای که فکر کنم تو فردا صبح پرواز داری. من ساعت 10 شب پرواز دارم. واو. Very beautiful. بهش گفتم یه روز شما خوابیم من اینو برمی‌دارم. اون فکر شوخی میکنه. تو میشه ساکت باشی یه دقیقه؟ به من گفت به دوربین نگاه نکن، حرفم نزن، فقط طبیعی باش. طبیعی تر از این ممکن نیست. بعد از 1-2 هفته در دنیای مسیح به سوئد برمیگردم. کلمات مسیح در سرم حک شده. اگه هر کدوم از ما دانه‌ای بکاریم، جهان پر از گل خواهد شد. تو توییترش لو داده که وقتی این طرح رو کشیده جمهوری اسلامی بهش گیر دادن که جای این بچه دختر و پسر رو عوض کن، چون این دختر بچه نشسته رو گردن پدر، ممکنه باعث تحریک جنسی پدر بشه. آقا اینا مریضن، اینا آلت‌های جنسی سرگردان مادام التحریکن که همینطوری دارن تو خیابونا دور میزنن، همینطوری هم تحریک میشن. فکر میکنید از کجا یاد میگیرن؟ از امام خوبی ها، از امام دوران طلایی، از امامی که در کتاب تحریرالوسیله خمینی نوشته لمس نمودن، با شهوت بغل کردن و تفخیص او حتی اگر کودک شیرخوار باشد اشکالی ندارد. من میخوام این سر من چنان بزنم به دیوار که مغزم بپاشه بیرون. نه جان من، شما عصبانی نمیشین؟ دیدن برنامه مسیح منو نگران میکنه. دشمن گمانه‌زنی ها درباره بازداشت سرشبکه و بعد اخبار در مورد دوستم روح الله زم. انقلاب آمد نیوز در اردوگاه رسانه‌ای اونها افزایش پیدا کرده. گمانه‌زنی هایی که البته به ساعت سرشبکه آمد نیوز سایت ضد انقلاب و معاند دستگیر شد. روح الله روزنامه‌نگار و فعال سیاسی ساکن فرانسه که من چند وقت پیش ازش فیلم گرفتم. اونو با فریب به عراق کشوندن. اونجا اونو رو بودن و به ایران بردن. با تهدید اونو مجبور میکنن که علیه خودش در تلویزیون ایران حرف بزنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الله ازم هستم، مؤسس رسانه آمد نیوز. از اتفاقاتی که تو 3-4 سال اخیر افتاده پشیمونم. توی بحث رسانه ها که مصاحبه داشتم از اونم پشیمونم. این اون روح اللهی نیست که من میشناختم. دلسا دایانا زمی شما؟ حالا اونو به اعدام محکوم کردم. هرچی سعی میکنم به مسیح زنگ بزنم جواب نمیده. نمیدونم چی شده. من برادرم آقام شب وزارت اطلاعات برده و خیلی تلاش کردن از طریق موبایلش بیان توی ایمیلم و توی واتساپ هم اینو با من حرف زدن و من بعدش فهمیدم، شک کردم که این برادرم نیست با من حرف میزنه. زنگ زدم به خانواده‌ام و بچه برادرم گوشی برداشت گفت علی رو برده. خواستم در جریان باشی. ناید کاش نزدیک من بودی. خیلی روزای تلخیه. الان نیاز به یه خواهر دارم. سلام عزیزم. چه خوش بکنم قربونت برم. قربونت برم. الان من با این دلداری بدم چون من گریه‌امو کردم این نکرده. چرا منم کردم؟ ببین من داشتم سکته میکردم. من اینجا داشتم غش میکردم دیشب. توی اداره بودم، هی زنگ میزدم جواب نمیداد، زنگ میزدم جواب نمیداد. تا اینکه دخترش گوشی رو برداشت. گفتم بابا کجاست؟ گفت بابا رو بردن. میگم منی که خودم همش صدای زندانیا بودم و همش مثلا به خانواده‌ام میگفتم حرف بزنین، سکوت نکنین. الان خودم گیر کردم، زنگ میزنم به مامانم حرف نمیزنه. زنگ میزنم به برادرم حرف نمیزنه. بعد همشونم به کامبیز پیغام میدن که به مستی بگو ساکت باشه. سلام مادر جان، خوب هستین؟ الو. طبیعیه، کاملا طبیعیه. خودش هم میدید داره شنود میشه. مامان جانمه من کی جامه میجا حرف بزن، قطع نکن. چرا؟ چون جمهوری اسلامی بیته مامان جان جمهوری اسلامی علی رو بیته مره بدبخت نکرده. چیسته؟ وزارت اطلاعات یقر بای چیسته می یقر گیریم میدل ایران سپاره بایه وشون دشمن ایرانه. تو چی قاتل جمهوری اسلامی پشت اسکنی مامان جان؟ این همه بچهای مردم بکشتنه. مگه من چی کار کردم من پشت خالی کنی؟ تو می پشت استکن علی پشت استکن من و علی نو دزدی کردیمی بهشون همین مال و اموال My brother Ali is Iran's latest hostage. این مقاله منه. واقعیت اینه که این حکومت در آستانه فروپاشیه و به همه چی چنگ میزنه که بتونه به بقای خودش کمک بکنه. برادر من رو بهش 8 سال زندان دادن. میخوان بهم عذاب وجدان بدن که ساکت بشم. ولی چرا ساکت بشم؟ که یه مادر دیگه ای رو هم شکنجه بدن و بچه‌شو گروگان بگیرن؟ این بلاییه که حکومت داره سر خانواده ها میاره و ما نباید ساکت باشیم. برادر من مثل یه پل بود بین من و خانواده‌ای که ازم گرفتن. این پل منه. پل منه به ایران، پل منه به قمیکلا، پل منه به مامانم، پل منه به تمام زندگی من که 10 سال ازم گرفتن. یه دوربین میذاشه گوشه‌ای و هر وقت میرفت قمیکلا انگار من اونجا بودم. نگاه اینا میخوان اینو ازم بگیرن
چون میدونم من آدم دهاتی ام، من با خانواده زندگی میکنم. آی برینا بیارین می شیرین زبونه آی می گل بش گفتا با غبون دایانیه آی بروهای نشویو من هم دمی تویو تو گل نرگزا من شب نایم تو باورت میشه چه زندگی درست کردم اینجا؟ میتونستم دیپرس باشم. ببین چقدر خوشگلم. تو ببین چه زندگیه. باغچه زندگی منه. Beautiful. How about... Wait. You look like my mother. Thank you. You're welcome. Have fun. جمهوری اسلامی برای اینکه من زمین بزنه مجبوره که زندانی بکنه، شکنجه بکنه، گروگان بگیره. من بدون که گروگان بگیرم، بدون که کسی رو زندانی بکنم، بدون که کسی رو شکنجه بکنم، از اونها قوی‌ترم. من سعی میکنم خوب باشم دیگه. فکر میکنی کی حالا که حکمت تایید شده کی ببرنت زندان؟ ببین آقای چه وکیلم گفتش که معلوم نمیکنه. شاید 10 روز دیگه، 1 ماه دیگه، 1 سال دیگه. شهناز اکملی الان 10 ساله که با مسیح در ارتباطه. در اعتراضات سال 2009 به سر پسرش شلیک کردن. تا حالا 2 بار به خاطر اینکه دادخواه قتل پسرش شده به زندان افتاده. حالا امیدوارم همه چی درست بشه. شهناز جان تو چه حسی داری الان که میخوای بری زندان؟ واقعا خیلی برای من عجیبه. اگه من بودم فرار میکردم از ایران. عزیز دلم من فرار نمی کنم، چون من نه دزدم نه اختلاسگرم نه کار خلافی کردم. اینها هم که خجالت زده باید بشن که یک مادر رو به جرم مادر بودن تو زندان کردم. من وایستادم پای زندان و پای اعدامش هم وایستادم. شهناز جون وقتی تو اینقدر قوی هستی میگی من وایستادم، خب چرا من نباید برگردم بیام ایران کنار شما وایستم و بجنگم؟ بر چی من باید اینجا باشم؟ نه مسیح، اگر تو بیای ایران بری زندان دیگه کی میتونه صدای ما باشه؟ ببین ماها مسیحیم هر کدوممون تو ایران، تو اونور هزاران نفری. خیلی دوستت دارم شهناز جونم. من هر وقت کم میارم به تو زنگ میزنم قدرت میگیرم. خیلی دوستت دارم عزیزا دلم. پس من میگم یکی خیلی کشنی میشه من یه روز تو رو ببینم بغلت کنم. باورم نمیشه. تو باورت میشه تا حالا من ندیدی؟ قربونت برم جان. امیدوارم که به زودی زود اینا برن و تو برگردی ایران. میبینی چه عشقه؟ میبینی؟ چه میخوام میبینی؟ من چقدر خوشبختم. ببین من فقدم، من اینقدر خوشبختم. من 1000 تا مادر دارم مثل این. این راحله است. چی میگه؟ عزیز دل منه. ببین من راحله احمدی هستم، مادر صبا پردفشاری. حکم دختر من ابلاغ شد، 24 سال حبس. مگه دختر من چی کار کرده بود؟ دختر 20 ساله من، صبای من، نگفت به حجاب اجباری. اگر هر کس این روسری رو از سرش برداره باید بهترین روزای عمرش رو تو زندان بگذرونه. چرا سکوت کردید؟ چرا صدای صبا دختر 20 ساله من نمیشید؟ من یه مادرم نمیتونم سکوت کنم. انقدر فریاد میزنم تا صدای بیگناهی دخترم رو به گوش دنیا برسونم. ای ظالما، شما باید تاوان تک تک ظلماتون رو بدید. بعد از اینکه راحله این ویدیو رو در اینستاگرام خودش منتشر میکنه به 4 سال و نیم حبس محکوم میشه. مسیح راهی اروپا میشه، جایی که رهبران سیاسی در مورد حقوق بشر بسیار زیبا صحبت میکنن. او منتظر واکنش اونا نسبت به نقض حقوق بشر در ایرانه.
It is a pleasure for me being in Norwegian Parliament and talking with you, the member of the Parliament, and you, the Speaker of the Parliament. So what we want is this. When you have negotiation with the government, just bear in your mind, do not normalize dictatorship. Just bear in your mind, these are the government who kill people. If you shake the hand of the killers without asking what happened to those people who got killed, then you legitimize the dictatorship. This is the right time that you want to stand in the wrong side of the history, shake the hand of the killers, the murderers, or you really want to shake the hand of these people, the freedom fighters, the women's rights activists. And if you don't take an action, then you're going to be the second victims after people inside Iran. I helgen var statsminister Stefan Löfven och Ann Linde, Sveriges handelsminister, på besök i landet Iran. De pratade om hur Sverige och Iran ska handla mer med varandra. It's heartbreaking. Those women putting themselves in danger and fighting for their freedom, and we see female politicians from rest of the world going to my beautiful country and they obey the same laws without even challenging it. Wear this compulsory hijab in the name of culture, respecting our culture. They're actually insulting the culture of our nation. Basically, they are legitimizing and normalizing a dictatorship. من برگشتم به فمینیستای سوئد، به وزیر اقتصاد سوئد گفتم که شما چرا حجاب سر کردین؟ گفت It's not a big deal. It's like wearing a hat. گفتم که آها، حجاب سر کردن مثل سر کردن کلاهه؟ چند بار به خاطر اینکه کلاه سرت کردی تو رو از مدرسه اخراج کردن، گفتن کلاه تو مناسب نیست، حجاب نامناسب. چند بار به تو گفتن تا زمانی که کلاه سرت نیست حق نداری شغل بگیری. چند بار به خاطر اینکه کلاه تو کج بود گشت ارشاد تو رو کتک زد. کرن پیرس اون موقع چی انگلیس بود؟ He was political director of foreign affairs. Exactly. اینا با انگشت بهش میگه این حجاب تو سرت کن. اصلا دست نده. آخه تو چجور زنی هستی که Okay, it's your culture. It's not my fucking culture. It's not. It's your fucking ترسو بودن شماه. تو کانادا بودم یکی اومده به من میگه که من میخوام بدونم این همه مبارزه‌ای که شما دارین میکنین پس چرا nothing shakes the Islamic Republic. گفتم when we manage to shake the Islamic Republic then you go there and you shake the hand of the Islamic Republic. وقتی دوباره به نیویورک برمیگرده شکل تهدیدا کاملا تغییر کرده. فکر نکن که اونوری هر کاری میتونی بکنی. خب که چی؟ اونجا میشه برای سر داد که تا عمری فراموشت نشه. خب حرف چیه؟ خب شما خیلی حرف حساب داری مثل اینکه زنگ زدی. من که با شما حرفی ندارم، من دارم کارم انجام میدم. مشکل داریم. خب میدونم با کدوم کار من اصلا کی هستی و با کدوم کار من مشکل داری؟ حالا دارم بهت میگم دیگه. اوکی خیلی خوب. دیگه خوشحالم که حداقل از فحشای رکیک کوتاه اومدین. حالا بفرمایید سر کارتون. خانم مسیح علی نژاد، به زود صورت بسیط میسوزونیم تا تو باشه دیگه زنای ایرانی رو بی‌عفت نکنی. و حالا تهدید آنلاین فعالان یکی از شاخص‌ترین چهره‌های موسوم به بسیجی برای مسیح علی نژاد کشیده. با خانواده‌ات خداحافظی کن تا 2 ماه دیگه ما تو رو سلاخی میکنیم. اما چرا؟ خانم ببینید خانم مسیح علی نژاد ایشون دیگه باید از صحنه روزگار محو بشه. جریانی که بی حجابی و تئوریزه میکنن گناهشون بدتر از بی حجاب ها. حکومت اسلامی وظیفه داره در مقابل او بیسته. سلام. چطوری عزیزم؟ من فکر میکنم جونش در خطر. من نمیترسم. یه زندگی دارم دیگه میدونی؟ آره. یه زندگی دارم. من یه زندگیمو اگر ببین یادم پدرم تو قومیکالا همیشه پسنداز میکرد، خیلی سخت خرج میکرد، هیچ جا ما رو تفریح نمیبرد، غذای خوب خیلی نمیگرفت، میگفتش که این باید باشه برای روز مبادا. گوشت کم تو غذا بهش میگفتم آقا جان تو یه عمر ما رو بشنو، یه عمر فقیر نگهمون داری از ترس اینکه مبادا یه روزی فقیر بشیم. حالا من یه عمر در وحشت بمیرم از ترس اینکه مبادا یه روزی میخواد منو بکشه. چرا؟ من یه زندگی دارم، اون یه زندگی من
یه روز و یه جوری زندگی میکنم انگار آخرین روز زندگیمه و خوب زندگی میکنم. اینو بیشتر ترس دارن یا این یکی؟ جان من، تمام خاطرات کودکی و نوجوانی و جوونی ما ترس از اینا بوده. ببین اینو ببرم بذارم اینجا اینطوری. آره تو که نه عکس بگیر ظاهر دیگه دیره نه؟ میخوام عکس پرینت بگیرم بذارم. چرا میذاریم؟ بریم بابا حالا این ایرانی داریم خودم. من فقط میخوام این حکومت رو به کمک دادخواهیامون سرنگون کنیم و شماها مسئولین. من یه دونه برادرم و اینا کشتن. من میفهمم. یه دونه برادر دانشمند من ببخشید که ما نمیرسیم و کمی. من روزی 1000 تا ایمیل دارم و همه از من ناراحتن. من میگم این خشم سر جمهوری اسلامی بزنیم. به سلامتی مسیح الان که خیلی استرس داره، استرس خانوادگی داره، استرس کار، استرس همه ازش چیزی میخوان. هممون با هم جمهوری آدم خوش و لرزوندی، هممون با هم ترکوندیش. مرسی، خدا نگهدار عزیزی. چون جمهوری اسلامی درست در همین روزها برادرم رو گروگان گرفته و تنها دلیلشون هم اینه که منو ساکت بکنن. ما با یک انقلاب بیخون و خشونت مواجهیم در برابر یک حکومتی که خون آشامه. به نظر میاد اتفاقی افتاده. تلفن مسیح همش بیپ میزنه. سلام مسیح، اینجا سیرجانه. به خاطر گرونی بنزین همه جمع شدن دارن اعتراض میکنن. سلام مسیح جان، بلوار وکیل آباد مشهد. همه ماشینا خاموش کردن تا انتهای وکیل آباد. دیکتاتور به پایان سلام کن. به زودی ما مردم ایران با اتحاد و ایستادگی به ظلم و ستمت پایان خواهیم داد. بسوز پدر سگ، بسوز. در هر جای دنیا وقتی اعتراضاتی صورت میگیره، روزنامه‌نگاران برای تهیه گزارش به اون کشور هجوم میارن. اما نه در جمهوری اسلامی که نه تنها رسانه‌های ایرانی رو سانسور میکنه، بلکه اجازه ورود به خبرنگاران خارجی هم نمیده. رژیم اینترنت رو بیشتر از 1 هفته در ایران بست. ولی باز مردم راههایی رو برای فرستادن فیلم‌های خودشون به مسیح پیدا کردن. میخوام برم بگیرنشون. امیدوارم که آخونده عوضین بسیجی ها رو هرچی زودتر گورشون رو گم کنن. سلام مسیح، ببینید بیشرف ها چطوری افتادن به جون مردم. همه رو دارن میزنن با تفنگ و باتون، همه رو دارن میزنن، همه رو دارن میزنن. هم از رو پشت بوم میزنن هم از این پشت. مردم با تیر زدن، مردم با تیر زدن، مردم با تیر زدن. تیر خورد، تیر خورد، تیر خورد. با تیر زدن.
سرش نشون بده، سرش تیرخوره نشون بده، سرش تیرخوره نشون بده. خامنه ای ریدم توی این مملکت. جوانامون داریم اگر مرگ برید جمهوری اسلامی چه حساب دارم کردم. حالا هر روز منتظر جنازه پسرشه. لعنت بده خامنه ای. در عرض 3 روز 1500 نفر در خیابون‌ها به ضرب گلوله کشته شدند. هفت 7000 نفر دستگیر و بسیاری از آنها به اعدام محکوم هستند. سلام، من مهسی علی نژاد هستم و مطلع شدم که خواهرزاده شما مهدی نکویی در راهپیمایی اعتراضات اخیر کشته شدن. خیلی ممنون از شما مهسی جان از اینکه وقت میذارید. واقعا ممنون میشم از اینکه بتونید صدای ما رو پخش کنید. میخواستم ببینم اگر مایل هستید در مورد کشته شدن فرزندتون فرزاد انصاری فر بگید چه اتفاقی افتاده. پسرم 27 سالش بوده، کارگر کاشیکار بوده. عاشق تیم پرسپولیس میدونم بود. البته 2 بچه کوچیک داره. من پسرم دست هم حلقه کرده بودم. بعد باز اشکاوری که زدن اون شلوغی دستای من توی از هم جدا شد. ناگهان من پیکر زیبای پسرم رو دیدم که دارن میبرن. گناه این چی بود؟ گناه اون 2 یتیم بچه چیه؟ من چی بگم اونا؟ شب ساعت 2 ناله بچه هاش میگه من بابامو میخوام، بابامو بده. امیدوارم همیشه سنگ صبور مادران دیگه باشین. شما تبدیل میشین به صدای یک ملت و خیلی از شما ممنونم که زنگ زدید به من و منو لایق میدونید که در حد توانم صدای شما و بچه هاتون باشم. وقتی منو پویا دستامون تو دست هم دیگه حلقه بود رسیدیم به این خیابون. من گفتم پویا جان قول بده به من که دستتو از دست من بر نداری، باز نکنی این حلقه رو. دستامون تو دست هم دیگه باشه. به این شرط با هم میریم اعتراضات که هر بلایی سرمون اومد با هم باشیم. و من فکر نمی کردم پویا تیر بخوره و من زنده بمونم. بیا اینه. هم ببینی این فیلم هم. خیلی فیلم دارم. شهرام احمدی هستم در انتظار اعدام. شهرام زندانی کرد با استفاده از یه تلفن همراه که مخفیانه بهش رسوندن خاطرات روزانه‌ش رو برای مسیح میفرسته. این بچه‌هان تو هواخوری اکثرشون دارن بسن. یکی مطالعه میکنه، یکی فوتبال میکنه، یکی نشسته، یکی والیبال میکنه. برادرم اینجا بود قبل از اینکه اعدامش کنن. بعد برادرم رو انتقال دادن زندان قزلحصار. بعد از چند روزی اعدامش کردن. حکم اعدام منم صادر کرد، البته بدون هیچ دلیل و مدرکی. دادگاهی بچه‌های دیگه هم همینطوری بوده. بعضی از بچه‌ها اصلا فقط خونده براش که شما متهم هستی به محاربه و حکمت هم اعدامه، ببرینش بیرون. اصلا اجازه نداده یک کلمه هم حرف بزنه، یعنی از خودش دفاع کنه. تو بازجویی هم یعنی چشم بسته بازجوییت میکردن، ورق سفید ازت امضا میگرفتن، یعنی اثر انگشت ورق سفید میزن. میگفتی بذارید ببینم که به اصطلاح چرا این کاغذ چیه من امضا میکنم. میگفتن تو یعنی حق اینو نداری که مثلا این کاغذ رو نگاه کنی، سرتو بنداز مثلا
خیلی وقتا کتک میزدن، ولی بچه ها هست اینجا مثلا 80 ضربه 100 ضربه 150 ضربه شلاق خورده. خیلی شکنجه های روحی، توهین های فحشای ناموسی به بچه ها، مثلا بعضی ها رو مثلا تهدید خانوادهشون رو تهدید میکردن یا خودشون رو به یه چیزایی که من اصلا روم نمیشه بگم تهدیدشون میکردن. حالا معلوم نیست اعدام کردن، جنازم رو پس بدن به خانوادم. من چیکار کنم اینجا؟ فاکس نیوز اومدم در مورد تک تکی خانواده‌ای که باشون مصاحبه کردم حرف بزنم. ببین از وجدان میگیرم از اینکه مثلا من الان امشب راجع به پویا حرف بزنم ولی راجع به مهدی حرف نزنم، راجع به فرزاد حرف نزنم، راجع به مجید حرف نزنم، راجع به آمنه حرف نزنم، راجع به آزاده ضربی حرف نزنم، راجع به نیکتا حرف نزنم. یعنی اینا فقط عدد که نیست که این همه آدم کشته شدن و من متنفرم از اینکه آدمایی که کشته میشن تبدیل میشن به یک عدد. دلم میخواد بگم که پویا با چه عشقی رفت تو خیابون. دلم میخواد فیلمش نشون بدم اونجا که تو خیابون خودش فیلم گرفته بود میگفت دمتون گرم مردم، دمتون گرم. چقدر امید داشت و شلیک کردن به امیدش، به رویاش، شلیک کردن به تمام اون شورش. دلم میخواد راجع مادرش بگم که باش حرف زدم چقدر به من افتخار میکرد. این همه مادرها از من، مادر خودم با من حرف نمیزنه، مادر خودم میترسه با من حرف بزنه، ولی مادر پویا به من میگفت تو صدای من باش. People in these protests are sending you thousands of messages because, as you said to me in the break, the social media is their weapon. Yes. Tell me about that. So we just had one of the most violent demonstrations in Iran. People took to the street because they have a message. They want to get rid of the Islamic Republic. When I see the president of Iran come even to Chris Wallace's show, when CNN, interview them, they're treating them like normal leaders. They are not. They are criminals. سرانجام در یک برنامه تلویزیونی در لندن مسیح رو در رو با نماینده رژیم مناظره میکنه. الان شما مصاحبت به انگلیسی یا به فارسی؟ انگلیسی. چرا تو توییتر هستی؟ نه توییتر چی میخونی؟ من میخوام تو ذهنم آرامش داشته باشم، برای همین فارسی میخونم. وقتی فارسی میخونم اون آرامشه میاد. برای چی؟ برای اینکه وقتی که اون خبرنگار فارس اومد اونجا داره دریوری و چرت و پرت میگه، من بدونم تو توییتر چی خوندم، کیا من نگاه میکنن، کیا دلشون میخواد من اینجا اجازه ندم که خبرنگار فارس بیاد دروغ بگه. میدونی من آرامشم میخوام، اینجوری نیست فقط برم تمرین کنم مصاحبه کنم. ماشین مگه چی بگه؟ به این طرز تحلیل اشتباه. من وقتی روحانی میگه که we don't jail Iranian for their opinion، هیچ روزنامه‌نگاری نمیره من نمیگم Mr. President. There is another question. میگم Mr. President you are fucking lying. ما میخوایم موفق تر باشی. باشه سعی میکنم. ما میخوایم موفق تر باشی. اگه تو جیغ و داد بکنی، عصبانی بشی، اگه تو بگی که من fucking this and fucking that بکنی، ایگنور میشی. خشمگین میتونه باشی، توی میری تو فرینج. اونا میخوان ما رو عصبی کنن که بعد بگن که اینا هیستریکالن. اصلا ببین I don't care که اونا به من چی میگن. مهم چیزی که هست. مهم چرا مهمه؟ بین تو جلو فدریکو موگرینی چرا که هر کسی میخواد جانشینش بشه تو رو به عنوان رهبر ببینن. من رهبر نمیخوام باشم کامبیز. چرا من باید بیام برای مردمی که کف خیابون دارن کشته میشن من برام بگم من رهبر شما؟ نه من امتداد صدای شمام. از من دعا کنم موقع برسیم به مصاحبه که انجام بشه. بس سکته نکنم. آره تو من سکته میدی از بس به من قبل از هر مصاحبه میگی آروم باش. من میگم آروم باش. نمیتونم. اوکی. Yes, thank you. Selam. Merhaba. Merhaba. Oh, I look fantastic here. چند دقیقه دیگه با دبیر سرویس بین‌الملل خبرگزاری فارس میام در تلویزیون TRT. به انگلیسی مصاحبه در مورد اینکه مردم ایران از دست آمریکا و تحریم‌ها عصبانی‌اند یا از دست جمهوری اسلامی. تو برای چی اینجا هستی؟ آره نه خیر برای این اومده اینجا که من اگر داد میزنم من آروم کنم. شروع شد. The Iranian government has decided to raise petrol prices. That's led to some of the deadliest protests the country has seen in years.
with security forces accused of targeting demonstrators. Masih Alinejad is in London. She's a journalist and human rights activist. And in Tehran is Iranian affairs analyst Saeed Mustafa Khoshcheshim. Good to have you all on the program. Masih, do you broadly agree with that sanctions are a small part of this puzzle? There is no doubt that sanctions hurt our economy. But across Iran, there were chanting against actually the Revolutionary Guard. They were chanting against the clerics. No, there were no single chant against sanction or against the U.S. president. People inside Iran, they are fed up with the Islamic Republic. That is actually why the government used live bullets. And Revolutionary Guard actually is a terrorist organization holding Iran economy hostage. And Revolutionary Guard took my brother hostage to keep me silent. You know, they arrested my brother in front of his 2 small children. Revolutionary Guard shoot people in the head, and that's why you opened up a lawsuit of $500 million against the Iranian nation. No, the Iranian nation. I sued the supreme leader of Iran, which arrested thousands of people and tortured them and killing them. And you are working for News Agency, which actually forcing the journalists, forcing the bloggers, forcing the political activists to do false confession. So that is why I am not going to get... Let me finish. Your hand is full of blood, and now you are blaming me? اینا کریمینالن، اینا آدم کشن، اینا آدم میکشن، اینا آدم میکشن. آره تموم شده. They killing my brother. من برای علی نگرانم. من برای علی نگرانم. اینا علی رو میکشن با این حرفایی که من زدم. نه تو برنامه گریه نکردم. تو برنامه قوی بودم، خیلی هم خوبه. نه فنامونا بودی عزیز من، فنامونا بودی قوی عزیز من، فنامونا بودی. اون روزی که مصطفی کشته شد بهش قول دادم که دادخواهیش رو انجام میدم و رسالت بزرگی به گردن من افتاد. پسر 26 ساله من زیر خروارها خاک رفته به خاطر یه اعتراض ساده. نفرت دارم عزیز دلم، نفرت دارم ازشون. نفرت باشه. تنها چیزی که منو آروم میکنه اینه که شهناز گفت اونی که باید عذاب وجدان بگیره کسیه که گلوله زده به پیشونی مصطفی. گفت اگر تو یه روزی عذاب وجدان بگیری و برگردی ایران و بری زندان به تک تک ماها خیانت کردی، برای اینکه من داد میزنم چون میدونم صدای من میره همه جا تو میبری، ولی وقتی تو بیای زندان و من داد بزنم صدام هیچ جا نره تو به من خیانت کردی. این منو قوی میکنه. جوانه میزنم به روی زخم بر تنم، فقط به حکم بودنم که من زنم چو هم صدا شویم و پا به پای هم رویم و دست به دست هم دهیم و از ستم رها شویم. جهان دیگری بسازیم از برابری، به همدلی و خواهری جهان شاد و بهتری. نه سنگسارها نه پای چوب دارها، نه گریه پای بارها، نه ننگ و آرها. جهان دیگری بسازیم از برابری، به همدلی و خواهری جهان شاد و بهتری. Frozen on the ice. We took a shot and rolled the dice. I took a shot and let it fly. And I played and I lost. Sacrifice. From the ashes heroes rise. They say it rains when angels cry. Fool me once but never
اومد زمستون شکوفته بهارون گل سرخ خورشید باز اومد و شب شد گریزون گل سرخ خورشید باز اومد و شب شد گریزون Fearless paradise break chance touch the sky trying to reach the mountain high left the heart that far behind observe the clouds and see the signs observe the clouds and see the signs and a veil can't hide the smile سر اومد زمستون شکوفته بهارون گل سرخ خورشید باز اومد و شب شد گریزون گل سرخ خورشید باز اومد و شب شد گریزون کوها لاله زارن لاله ها بیدارن تو کوها دارن گل 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 آفتابو میکارن تو کوها دارن گل 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 آفتابو میکارن توی کوهستون دلش بیداره آهنگ و گل گندم داره میاره توی سینه‌اش جان 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 یه جنگل ستاره داره سر اومد زمستون شکوفته بهارون گل سرخ خورشید باز اومد و شب شد گریزون